و مؤمنینه. عرضم حضور شما که اولا که من سلام میکنم به تمام دوستان عزیز، مهدی فرشید و کامران عزیز و شما سیامک جان و بینندگان عزیز ارجمند. عرضم حضور شما که من یه چیزی اولا من توضیح بدم تو این وسط، اینکه تلویزیون ملی ایران شامل 5 شبکه تلویزیونی نیست. تلویزیون ایران، تلویزیون ملی ایران در اصل به 3 قسمت تقسیم شده. تلویزیون که 5 شبکه اصلی و 2-3 تا شبکه دیگه است، تلویزیون خبری صدا و سیما که شبکه‌های خبر هست و اینا، و تلویزیون هایی که در خارج از کشور جمهوری اسلامی زده تا این تضاد بین مردم رو یه جوری حل کنه. یعنی رسانه ملی ایران چیزی حدود 47 تا شبکه است و اینو ما بهش دقت نمی کنیم. داخل ایران یک تلویزیون ملی جمهوری اسلامی درست کرده که همین منبر اینا که کاملا مشخصه، تکلیفش معلومه، اونجا خوراکیست فقط، یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خصوصا بعد از آقای زرقامی در اصل داره یک طیف 500,000 نفری 700,000 نفری در ایران رو قانع میکنه که ما واقعا اسلامیم. یعنی پس تقسیم بندی اینه: تلویزیون داخل ایران نگاهش برای حزب اللهی است، بچه متعصباست. تلویزیون های خارج از کشور که دارن فیلم های صحنه دار و اینا پخش میکنن و موسیقی و برنامه های بسیار شاد که از طریق جمهوری اسلامی داده شده بیرون، نگاهش عام مردمه. تمام این بازی ها برای اینه که آگاهی رسانی به مردم انجام نشه. برای همین شما میبینید که یه 6 شبکه منبر پخش میکنن. اونجا اونا همه میدونن که ملت رو یوتیوب، رو فیسبوک، ملت